یکی از مسائل بسیار مهم برای افراد نابینای یک چشم و یا دو چشم پروتز چشم‌هایی با قابلیت بینایی. متاسفانه در حال حاضر پروتز چشمی که قابلیت بینایی داشته باشه و به صورت گسترده و تجاری مورد استفاده قرار بگیره وجود نداره. در یک مورد پروتز آرگوس 2 بوده که دوربینی رو روی عینک کارگزاری می‌کردن، تصاویر به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل می‌شد و این سیگنال‌های الکتریکی باعث تحریک شبکیه چشم می‌شد و دید بسیار محدود و با رزولوشن بسیار پایین رو برای فرد ایجاد می‌کرد. ولی به دلیل محدودیت‌های بسیار زیادی که داشت به صورت گسترده و تجاری انجام نشد و پروژه کاملا متوقف شد. تمام تبلیغاتی که توی فضای مجازی انجام شده، از جمله لنزی که آقای احسان کامرانی ساخته بودن و در چند سال اخیر بسیار توی فضای مجازی بولد شده بود، واقعیت نداره متاسفانه. ولی با پیشرفت علم و تکنولوژی‌های بروزی که در آینده نزدیک به وجود میاد، این امر میسر خواهد شد.